سلام، خسته نباشید بچه‌ها. دوباره اومدیم با یه شهاده بازی دیگه که از ساین شروع میشه. بریم ببینیم میخواد چیکار کنه. خب اسم این حرکت وادر دراگونه. اینو پارچه رو در بطری بازه اینجوری میبندی، بعد یکم یه فشار میدی تو، اینجوری باید بزنه بیرون از پایین. وقتی دیگه به اینجا رسید ول میکنی، بعد یه تکون میدی، نترسی ها. یه دورم خلاف جهت اقربای ساعت و بعد میاریم وسط، یکم فشار میدیم، دوباره میکشیم بیرون. کلتو بیار اینجا داخل ببین، بعد چادر باید بندازم بود چی ببینم؟ داخل. تا 10 باید بشمون، یکم باید خم بشه، اینجوری نمیشه. دو چشمی به میتونی ببینی آخه اونجا رو؟ آره میبینم. اسکل از اینجا نمیتونی، باید یه چشی بری. به یه چشم. خب حالا نگاه کن، برو.